خیلی مهمه. تاپ عروسه اینو دقیقا یاد بگیر. و پرو به کارم بیا اینجا بهتون بگم یه مرحله پرو که خیلی سوال دارم. مثلا این فیلمو جداگانه برای همه رسانه ها میفرستن. ما لباسی رو دوختیم، لباس تو خونه خب میخوام آزاد باشه، هیچ مشکلی نداره، خیلی خوب واسطه چون میخوام آزاد باشه، لباس تو خونه. اما نه، این لباس مجلسیه. آقا من با اولین مسئله که دارم، ببینید یه شونم از یه شونه دیگه میره عقب. این علتش چیه؟ حتی ممکن بند لباس باشه یکیش هی میفته، یا آستین چیزا، آستینای کوتاه رو لباس میزنن، این هی میفته، بندای تزیینش هی میفته. اینا رو باید چیکار کنم؟ در اینجا یک کلام یه چیزی میگم، اینو به ذهنت بسپار. بعد اول یقه‌ش رو ببین، مشکل یقه‌ش چیه که میفته، بعد مشکل زیر سینه‌اش چیه که اینجوری شله، بعد این مشکل پهلوشی. من لباس ایرادداری عمدن برای این تهیه کردم که بتونم این نکات برای دوخت لباسای مجلسی، عروس، مانتو، هر چی بهتون بگم. این نکته است. خب اینو از تن پوشنده‌مون خارج میکنیم چون باید برگردونیم بقیه کار رو انجام بدیم. خیلی اول گفتم چرا یه طرف یه آستین من میفته. ببینید دو طرف یقه رو از وسط میذاریم روی هم. این اشکالات عمدن ایجاد شده، عمدن ایجاد شد. دو طرف رو هم، خب رو هم گذاشتم. آها کش شد. این یکی یکم، این یکی یکم. ببینید با یه چیزی نشونتون بدم، یه طرفمون یکم بلندتره، یه شونمون الان اینجاست، یکی رو هم گذاشتم، شونه دوم اینجاست، الان دیگه مقصد اینجاست. خب حالا نکته اینجاست، آیا من بد دوختم کلم دو طرف بد دوختم یه طرف؟ خب میام پشتارم رو هم میذاریم. من اصلا کلم بد دوختم، پشتم اشکال داره، پس میتونم هر دو لایه رو با هم با یه چرخکاری اندازه هم کنم. اندازه‌شو معلوم کردم، یه چرخکاری کوچولو بزنم اینجا، مثلا نیم سانتی هر دو طرف اضافه داره. گفتم این اشکالات عمدن ایجاد شده تا ما بتونیم نکته پرو رو بگیم. ببینیم یه نیم سانتی که تغییرات داشت، نیم سانتی میاد با این ترتیب. این یه ممکنه بند لباست باشه، یه بند از یه بند دیگه ایزن بزرگتر باشه. خیلی ببین اینا رو عمدن ایجاد میکنم. حالا دوختم چرا گوتی یقه پشتم میزنه بیرون، میخواستم همون زور درستش کنم، گفتم نه بهتره بگم. خب برای اینکه این الان که دوختم من پایین یقه بازتر شد، جمع‌تر شد، بعد بیام یه تیکه که یقه پشت اضافه داره با یه سوزن یه چیزی معلوم کنم، دوباره اینو وصل کنم به گود یقه پشت، دوباره اینو وصل کنم با شیب ملایم وصلش کنم به گود یقه پشت. این مشکل رو حل کردم. خب حالا مجدد بعد اندازه گیری کنم ببینم دو طرف یقام اندازه هم شد. بله حالا دیگه نه سرشون هم بیفته نه یقم یه طرف واسطه. این مشکل هست. طول شونه ها رو باید با هم برابر کنید. اینا همه اشکالات عمدن گذاشتن. وقتی میخوان آستین وصل کنید اصلا حلقه‌ای طول شونه ها برابر بشه. خب یکی کوتاه‌تر شده مثلا نمیتونید بلندش کنید، این که بلندتر شده رو میتونید بزنید و با اون برابر کنید به این ترتیب. خب حالا بریم سایر اشکالاتی که این لباس رو تن داشت. لباس رو چپه تن مانکنم میکنم چون میخوام از رو کار کنم نبینی چه کار کنه. اصلا شما هم میتونی تن مشتری همین کار رو بکنی چون کارت راحت تر باشه. لباس مشکل داره دیگه. اینو چپه تن مشتری. مانکنم این اطاف نداره، پوشوندن تو تنش هم مشکل. خیلی حالا درست شد. ببینید زیر سینه گفتم لقه دیگه، نه با سنجاق میام از جایی که لقه نوک سینه که خوبه علامت میزن، نوک سینه هم که دیگه مشکل نداره. خب از اینجا لقه میزان لقی رو به یه نسبت مساوی از دو طرف کارم میگیرم، به یه نسبت مساوی.
اینقدر میگیرم که این کیپ تمام بشه. نسبت ها باید مساوی باشه دوستان. خیلی خوب. تا کجا لقه؟ تا آخر که نیست. از اینجا به بعد دیگه کار خوبه. پس من میام نگاه خط ساسون من شد این. نگاه کن با یه خطکش، یعنی فعلا معمولی میتونی خط بکشی بعد بیای با خطکش بری دو طرف کار من دیگه. این دوختر میشه این دوختر. یعنی چی؟ یعنی این دوخت رو باید بیارم به این بس کنم بیارم تا انتهای کار. بس از ابتدا شما یه دوخته دیگه میرم. خب حالا لقه زیر بغل رفت شد؟ نه هنوز هست. پس این زیر بغل هم هنوز گشاده. تا اینجا که خوبه. خب از اینجا دوخت باید بگیرم بیارم تا جایی که کی و برم به پایین کار. در دو طرف کار باید این کار انجام بشه. ببینید همین طرف هم این اشکالاتی که عمدن گذاشتیم تا این مسئله پروف رو هم برای همیشه دوستان خیلی سوال دارن انجام بده. خب با این ترتیب تمام اشکالات کار این رفع میشه. من اینا رو دوست بزنم این اشکالات رفع میشه. یه نکته دیگه گذاشتم. من گاهی وقتا میرم تو تن لباس رو دوختم میبینم این ساسونا انگار وزن خاصی نداره، یکی جلوتر یکی عقب‌تر. اولین نکته که اندازه میگیره فاصله زیپ تا ساسون. اگه برابر باشه پس اینجا پهلو اشتباه کردید. یعنی یه طرف کارو بیشتر دوخت گرفتی، یه طرف کارو کمتر. علت خودت کش کن دیگه. اول تا اینجا تا ساسون اندازه بگی. اگه درسته که به ساسونات دست نمیزنی، اگه نادرسته به اندازه نامیزانی جابجا میکنه. یا جای زیپو دو طرف کمتر یا بیشتر کردی، قبل از ساسونا بهتر جای زیپو درست کنی. و این که دیگه اینم اندازه بزن. کمر تا پهلو، زیر بغل تا پهلو، همونطور کمر تا پهلو تا زیر بغل تا پهلو و همونطور باسن تا پهلو همه اندازه هم هست. اگه اینم درست کنی به طور کلی مشکل کارت حل میشه. پروف کارها و سرشونه که مهمترین قسمت لباسه. من میگم اگه کار رو سرشونه درست باشه لباس بهترین استیل رو داره. من امروز این لباس رو پوشیدم به خاطر همین که دقیقاً جای کارو رو نشون میده. کارو رو باید در قسمت نرمینه دست، یعنی دیگه اصلا اینجا ببینید دقیقاً جای کارو رو میبینید، جای نرمینه دست. این کارو رو جلو، این حلقه ببینید زیر بغل و این جای کارو رو پشت و سرشونه دقیقاً روی نقطه شانه باید باشه. این لباس عمدن امروز برای نقطه پروها مشخص شد دیگه، به طور کامل مشخص میکنه که جای کارها کجا هستن. و آستین، نه آستین مشکل داره، مشکل نداره. این من یه زمان چاق بودم، اینو دوختم الان لاغر شدم. پس نتیجه خودتون گرفتین. یعنی که آستین چیه؟ گشاده. و من با گرفتن یه مقدار تنگ کردن این چین ها، یک کوچولت نیم سانتم تنگ کنم این چین ها، الان اینو با هم دستم گرفتم این چین ها رفت شد دیگه، ریزش به پایین نداره تا بالا بگیریم. خب یه نکته دیگه هم هست، میگم لباس رو میپوشیم آستینش قدش درسته، همه چیش خوبه، داره به طرف بالا میشه، زیر بغل تنگی هم. اگه قد آستین درسته زیر بغل تنگیه. خب دوستان خدا نگهدار.